رادیوی مهاجر، خبرهای آخرین از حیات مهاجران. رادیوی مهاجر، پخش مستقیم برنامه‌های فراغتی. رادیوی مهاجر، اطلاعات دقیق، مصاحبه و تحلیل. رادیوی مهاجر، تلفن برای تماس 8965 151 0410. رادیوی مهاجر، بگذار تا بگویم. رادیوی مهاجر، ما را میشنوند. درود با شما مهاجران تاجیک، درود با تمام تاجیکان دنیا که این لحظه ما را میشنوند. این لحظه ما با روزنامه‌نگار تاجیک سعدی مهدی صحبت داریم. خوش آمدید به برنامه ما. تشکر. برنامه ما با زبان تاجیکان بخشیده شده است. زبان تاجیکی گنجینه به‌بهای ملت تاجیک است، چون که با وجود همه آن بدبختی‌هایی که بر سر ملت تاجیک افتاندند، ملت تاجیک توانست زبان خود را حفظ کند و به نسل‌های آینده برساند. وطنداری تاجیک با زبان تاجیکی وابستگی دارد. تا زبان دارد وطندار است او، تا زباندار است بسیار است او. امروزها در شبکه‌های اجتماعی بحث زبان تاجیکی، بحث زبان فارسی راه اندازی شده است. نظر شما به همین بحث‌ها چگونه است؟ آنهایی که فارسی میگویند و زبان تاجیکی را با فارسی مقابل هم میگذارند، اونها بیمارند. آنها که زبان ما را با بحث میکشند، با آنها گفتنیم روید زبان انگلیسی را با بحث کشید، با بحث مونید. روید زبان باشقردی را با بحث مونید. یک زبان دیگر زبان شاتلندی را با بحث مونید. تو چیکار میکنن؟ چیکار دارد با زبان من؟ زبان من دولتی است، زبان من صاحب دارد، دولت تاجیکستان صاحبش است. در ماده 2 سرقانون جمهوری تاجیکستان گفته شده است که زبان دولتی تاجیکستان زبان تاجیکی است. می‌خواستیم فکر و عقیده شما را اوید نام اصلی زبان تاجیکان بفهمیم. زبان ما، زبان تاجیکان، تاجیکی است یا پارسی؟ نام فارسی یا تاجیکی بودن زبان بحثی است که لایحه‌ای است. این بحثی است از روی لایحه‌ای دشمنان زبان تاجیکی اینا ساختن، همین گونه بحث ساختن. در مدت یعنی چندین سال ما در مکتب میونه خواندیم، زمان شوروی یگان کس به تشویش نآورده از کلمه تاجیکی. تاجیکی همیشه بود، همیشه میماند. اینها یک عقیده اول در ابتدا کلمه تاجیک را انکار کردن در گروه زبان فارسی و وقتی که بعد انتقاد شدیدی یعنی اعتراضگران نهایت زیاد شدن، تاجیکان وطن دوست ملت دوست زیادن، چون دیدن که اینها مثل پانترکیستان ها کلمه تاجیک انکار کردن و بعد دیدن که با یعنی مقابله شدید دچار شدن. بعد کلمه فکر کرده برآوردن یک پسند ایماندن و بحث تاجیکی را تشکیل کردن. خب هیچ وقت تاجیکی معنای انکار فارسی را ندارد. خب ما یگان وقت فارسی را انکار نکردیم. ما برتریت ما از گروهی دشمن تراشی زبان فارسی این است که این گروهی دشمن تراش زبان فارسی، اینها زبان فارسی ما را دشمن میتراشند. گروهی هست که با مقصد اختلاف افکندن بین تاجیکان، گروه است که مردم تاجیک میخواد با دو سنگر جدا کند تا در وقت مناسب این دو گروه جنگ کنند با دیگر. مقصدشون فقط همین است. چرا مثلا زبان انگلیسی را در بحث میماند؟ چرا زبان انگلیسی را در بحث میماند؟ چرا زبان مادری ما را در بحث میکشد؟ زبان مادری ما اگر برای که تنگی کرده است، برای میگو که ما زبان مادری ما تاجیکی نیست، مردم هم باید دو سنگر جدا نکنند. زبان ما زبان تاجیکی است. تاجیکی معنای معنای انکار فارسی را ندارد. ما همیشه فارسی در تاجیکی گفتیم. 8 سال در گروه زبانی فارسی ما گفتیم که تاجیکی فارسی دری این یک زبان است. هیچ وقت تاجیکی و فارسی دری پرابلم نبود، مشکلات نبود. اینا تشکیل کردن. ما همیشه می گفتیم فردوسی شاعری ما است، شاعری فارس و تاجیک است، با زبان فارسی تاجیکی گفته است. گرچه فردوسی کلمه دری هم استفاده کرده است. در شاهنامه مثلا هم واژه فارسی است هم واژه دری است. هر دوشا فردوسی استفاده میکند، اما
عجوبت کار در این است که روی زبان فارسی دری را انکار میکند، میگوید دری نام زبان نیست، این صفت زبان، این صفت زبان است. زی شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه که لطف طبع و سخن گفتنی دری داند. میگوید حافظ سخن گفتنی دری آیا زبان نیست؟ با کدام زبان بیاد حافظ که سخن گفتنی دری همین زبانی دری است؟ همین زبانی دری فارسی توجیکی است. اما اینها به شرمانه کلمه دری را انکار میکنن، کلمه توجیکی را انکار میکنن و کلمه فارسی را انکار میکنن. اونها فقط فارسی میگن با پیکی عرب های را فکر کردن، یعنی فارسی را انکار میکنن. گذشته چند ساله مردم توجیک همان گونه گذشته توجیک انکار میکنن، یعنی همین زبانش هم انکار کردن دارن. نام زبان توجیکی چه اهمیت داشت برای ملت توجیک در عصر 20؟ اگر سال 1924 و 29 24 رسپوبلیکا در حیات ازبکستان شده است، 29 هفتم رسپوبلیکا اختیار شده است. یعنی اگر در همون دوره پارسی میگفتن توجیکستان تشکیل نمیشد، برای آنکه در فرمان مسکو رسپوبلیکاهای ملی آمدگی است. رسپوبلیکاهای ملی از روی ملت، زبان، قومی که با کدام زبان صحبت میکنه در اساس اکثریت یعنی همین قوم و ملت ها در آسیا. اون دوره ملت بود، من راستش میگم، در اون دوره کلمه ملت نبود. ملت گفتم مردم در سال 1929 همون ملت مسلمان نمیفهمید، برای در قوم ها بودن، قوم هایی که با زبان ها گم میزدن. اگر در همون دوره زبان فارسی میگفتن که برای ایران اینجا رسپوبلیکا تشکیل نمیشد. برای همین استاد همین نمونه ادبیات توجیک هم نویسد. اینا دروغ بگن که در ادبیات توجیک در صفحه اول هست کلمه توجیکی. یعنی شما گفتنید که زبان توجیکی سبب احیا نمودن ملت توجیک و ساختن دولت جداگانه برای توجیکان شد، همینطور؟ رسپوبلیکایی که اساسی دولت امروزه توجیکستان شده است. سال 1929 ما استقلال به دست آوردیم بر اساس همون رسپوبلیکای ملی که سال 1929 تشکیل شد. یعنی در همین مدت زبان دولت در پناه خودش گرفت، زبان توجیکی دولت در پناه خودش گرفت. تا همین دوره دولت در پناه زبان بود. اکنون بعد سال 1991 یعنی بعد به استقلالیت رسیدن ما، یعنی توجیکستان تشکیل مثال توجیکستان که تشکیل شدگی بود، استقلالیت برسید دولت الهیده توجیکستان شد با زبان دولتی توجیکی. امروز البته در ابتدا زبان توجیکی در قوسین فارسی هم داده بودند، یعنی این سال 1989 شده بود. وقتی که سال 1991 استقلالیت به دست آورد توجیکستان و همون اهمیتی که در سال 1929 مردم درک کرده بود، استاد این دوره ما نبودیم، این دوره مردم درک کرد، درست درک کرد، همین که برای تشکیل دولت توجیکستان حتی راضی بودن که در همین کوهستانی به شهر به زمین تشکیل کنند. اینها پن ترکستان انکار کردن توجیک را و توجیکی را انکار کردن. کسی گفتن با توجیکی در میزند همسون جریمه، یعنی عبدالرحمن فطرت و فیض‌الله خواجه‌ایف و عبدالله رحیم‌بایف و دیگران که مثلا در ترکیه خوانده آمده بودن توجیکستانی را انکار کردن. اینهایی که امروز باز توجیکی را انکار کردن دارن همه وظیفه پن ترکستان را اجرا کرده شدن. شنوندگان عزیز، برنامه را بعد از شنیدن یک سرود دوام خواهیم داد. با ما باشید، با رادیوی مهاجر باشید. هرچی او از مال دنیا داشت داد، خطه‌ای بلخ و بخارا داشت داد، سنتی والا و دیوان داشت داد، تخت سامان داشت داد.
دشمنی دانش گدایش دانشی سینا گریفت دشمنی به سنتش دیوان مولانا گریفت دشمنی صورت پرستش صورتی به ذات برد دشمنی به خانه اش در خانه او جا گرفت دشمنی به خانه اش در خانه او جا گرفت بود و نابودش کی بود بر وطن قلب و کفن قلب بنده ها بخشید و داد از وطن تا بر کفن خود را ادا کرد از وطن تا بر کفن خود را گدا کرد عاقبت از 7 اقلیم زیر پایش یک قدم ماند یک قدم از ملکی جمع لیک در دستش قلم ماند با قلم در هر قدم ماند در سرایش تاجیک از بختی نگم گرچه با گبرو مسلمان هم سرا بود هم رسول و هم خدا بود در زبان اما جدا بود در زبان اما جدا بود هم رسول و هم خدا بود در زبان اما جدا بود در زبان اما جدا بود آج گم کرد و زبان را گم نکرد آج گم کرد و زبان را گم نکرد تخت گم کرد و زبان را گم نکرد بخت گم کرد و زبان را گم نکرد در حد و سرحد شناسی جهان سرحدی تاجیک زبانی تاجیک است تا زبان دارد وطن دار است تا زبان دار است بسیار است تا زبان دارد وطن دار است تا زبان دار است بسیار است بی شمار است بی حساب است بی حد است. بار دیگر درود به شما شنوندگان عزیز. یادآور میشویم که این لحظه ما درباره زبان تاجیکان حرف زده ایستادیم و مهمان برنامه ما روزنامه‌نگار تاجیک سعدی مهدی هستند. امروز تاجیکان در شبکه‌های اجتماعی نه تنها اوید نام اصلی تاجیکان بحث میکنند، خطهای
فارسی و سیریلیک نیز یکی از موضوعهای همین بحث ها هستند. امروز یگان ضرورت گذاشتن به خط فارسی وجود دارد؟ تشکر، بسیار سوال خوب دادید. خط فارسی اما آرمانی مردم است، آرمانی مردمی تاجیک خود هست، این میماند آرمان. یک چیز من میگم، سال 1929 از خط عربی اساسی فارسی تاجیکی ما به خط لاتینی گذاشتیم. سال 1929 تا سال 1939 خط لاتینی بود. سال 1939 چین به خطی با یک فرمان با خط کریلی گذاشتیم، به خط کریلی اساس گذاشتیم. یعنی در بین 10 سال تاجیک را 2 بار دیگر کشتن، خطش رو 2 بار عوض کردن. کدام ملتی پیش دنیا را نگرفت، خیتایی است، روس است، انگلیس است، 2 بار خطش رو عوض کرد نمیرد. اما تاجیکان باز از سر اینا سبزیدند. همون گونه که بازار صابر میگوید که میبریدند ما را و میسبزیدیم و میبریدند باز میسبزیدیم. یعنی در یک مصرع شعرش هم میگوید و متاسفانه همون شعر از بایدم نامده ایستاده است. ما در مدتی 10 ساله هم نه، همین 10 سال 11 سال 2 مرتبه خط ما رو عوض کردن. اکنون از بین انا که 70 سال گذشت. از سال 40 حساب کنیم اینا تا حاضره انا 80 سال میشه، نزدیک 80 سال میشه که ما با خط کیریلی. خط فارسی تاجیکی خطی است که خطی از کودکی تا استاد عینی را به همین خط می نوشتن. خب این خطی است که گذشتگان ما با این هزارها اثرها ایجاد کردن و امروز با خط کیریلی خط بیشترین آنها برگردانیده شده است. مردم خب در یک دوره قرار دارد که در 70 سال زمان شورای وابستگی از روسیه بود. بعد از روسیه مثلا ما استقلالت به دست آوردمون، یعنی گرچنده که ما جدا شده باشیم هم، اما جنگ شهروندی که با سبب‌های همین گوناگون در تاجیکستان راه اندازی شد و او برنامه دادیم، مردم همین جنگ باز در بدر مهاجر گرداند. همون گونه که شما رادیوی مهاجر تشکیل کردید و همین مردم بر روسیه رفت اکنون تصور کنید که خطی همین مردم اگر به خط روسیه درست نمیبود، یعنی هم از جد شهادتنامه و هم از جد پاسپورت شناسنامه که به روسیه میره دیگر اگر با همین روسیه مطابق نمیبود، چقدر با مشکلی زیادتر سر همین مهاجری بیچاره می اومد. از بس که خطی ما که یک بود، مردم هم زبان روسی را میدانست، همچه زبانی بین مادری در زمان شوروی که حساب میشد، مردم همه رو به روسیه آورد. این چیزایی هستن که واقعی هستن. این فقط رقم‌های واقعی رو نمیشود این کار کرد. نمیشه رفت در انگلیا نشسته تمام مردم دیگر را به نظر نگرفت. این مردم با همین خط، با همین چی، با مثلا در روسیه رفتن و پیوسته نباشه با خط فارسی میبود. اگر کم در کم مثلا افغان و ایرانی با روسیه هست، من نمیدونم هست، لیکن کم در کم با سبب ندانستن خط زبان دیگر نمیتواند که به روسیه برود. با فکر شما مردم تاجیکستان امروز طرفدار گذاشتن به خط فارسی هست؟ گذاشتن به خط فارسی؟ بله. اگر که یک باره به خط مثلا فارسی بذارن، و خط فارسی گذاشتن اما گونه‌ای که بسیاری عقیده دارن که این یعنی خود را یک نوع آغوش آخوندهای ایران پرتافتن است. حرفی بعضی ها از همی است. ما براییم باز متهم آخوندهای ایران میشیم و بهانه خط فارسی و عقیده های خودشان در سر ما جاری میکنن و همون گونه‌ای که فرهنگ امروزه ایران ما وابسته از اون که ما سال ادبیات یگانه داریم، فردوسی یگانه داریم، موسیقی خیام همه ادبیات یگانه داریم. با وجودی همه این ترس این مردم از آن است که باز با همون آخوندهای ایران تابع میشویم و باز با آغوش اونها میفتیم. مثلا در شرایط امروزه خب بهتر است که با همون خطی کلیدی بیستیم و تو یک دوره که اقتصادیات مثلا
پیشروی ها شود در حیات اقتصادی مردم و مثلا ضرورتی هست که این هم فکر میکنم که مردم باید رای پرسی شود و مردم تاجیکستان خود همین رای خود را انتخاب کنند. اگر مثلا به نزدیکی در ازبکستان بودم، در ازبکستان بودم اونجا خط لاتینی هست، از سمرقند خط کریلی هم در استفاده است، هم خط کریلی در استفاده است هم خط لاتینی در استفاده است. اگر از پیشنهاد کنن که خط لاتینی بذاریم تو با ازبکستان و قزاقستان یک شویم، فکر میکنم که اینش هم برای ما قدر منفعت ندارد، زیرا که ما با همین خطی بهترش با همین خطی کریلی استیم تا هم جنبه های سیاسی هم اقتصادی دیگر رو باید به نوبت بگیریم. همین بحثایی که به نام اصلی زبان تاجیکان علاقمندی دارند مگر توجه ما را از حل نمودن مشکلی هایی که در زبان وجود دارند دور نمیکنند؟ مثلا چرا درباره زبان سوغدی یعنی زبان یغنوبی حرف نمیزنند؟ زبان تاجیکی امروز زبان روزنامه و علم و معارف است، ولی زبان سوغدی زبان یغنوبی امروز در حالت ناگوار قرار دارد. نه تنها مثلا یک زبان سوغدی یا زبان‌های پامیری، اینجا تمام مسئله های نازک زبان شناسی صرف نظر می شود. اینها با بهانه یعنی نام زبان بیا که زبان دیگه پرابلم نداشته باشد. اینجا مسئله های بسیار مهمی است که در گروهی درست بنویسیم، در گروهی مثلا واژه‌جو بسیار مسئله های مهم زبان شناسی باید حل شود. اینا همه اینا مانده، مثلا اسلوبیات زبان، قوقه ها، جمله های تاجیکی فرض کردیم که چگونه باشند، همه این بحثایی که بهتره زبان ها برای منفعت زبان، برای فایده زبان است. همون گونه شما گفتید زبان سوغدی، مثلا زبان یغنوبی که همون بازمانده زبان سوغدی است و کمتر از 10,000 آدم با این زبان گپ میزنند و این یک چه دردانه نایاب است زبان یغنوبی که و باید ما بیاموزیم، کتاب ها نشر کنیم، اقلا هم برای مردم یک شرایط به وجود بیاریم. همه این ماندگی یک بحثای دو پوله‌ای که برای فایدهش برای هیچ کس نمیرسد، فقط برای اون گروه لایحه سازان لایحه ساختن و همین بحث تشکیل میکنن و متاسفانه برای بحث بسیاری ها را که کشیدن آوردن دیگه، بسیاری ها آگاه شدن. اصلا این بحث در جهان ویرچوالی بود، در شبکه‌های اجتماعی در فیسبوک بود، اکنون با مطبوعات هم جاریش کردن و با گازیته‌های دیگر هم علاقه با این موضوع دخل کردن. من فکر می‌کردم که این موضوع شاید که قدر جدی نباشد و نباید تا این درجه مثلا مطرح شود. اکنون لایحه سازان از همون مقصدشان رسیدن و مردم توانستند که با دو گروه و دو سنگر جدا کنن. حاضرم سری وقت است باید که از این بحث خودداری کنن. این بحث تماما در کار نیست، بحثی مهم نیست، بحثی علمی هم نیست. زبان ما نامش تاجیکی است و تاجیکی گفتم و فارسی در افغانستان ایران رو در نظر داریم. تاجیکی فراتر از آن است که آنها میپندارند. در تاریخ با نام فارسی بود، با نام دری بود، با نام امروز تاجیکی است. یکم جایی پنهانیش نیست و یکم جای عیبش هم نیست. و همان گونه که اینها بانگ خطر میزنن که این چی بهانه ها میارن که این چی دشمنی خود روی راست خود را سر کردن نسبت زبان تاجیکی، این اونها را بجای نمیرسد، فقط خودشان را سیاه میکنند خلاص. شنوندگان عزیز، برنامه ما به آخر رسید. طول چند دقیقه با شما من مهرزاد شریفزاده و مهمون ما روزنامه‌نگار سعدی مهدی بودیم. تشکر برای مصاحبه استاد. سلامت باشید. شنوندگان عزیز، سربلند و خانه آباد باشید و همیشه با رادیوی مهاجر. رادیوی مهاجر. تلفن برای تماس 8965 151